جلسه دادگاه داشت مسیر طبیعی خودش رو پیش میرفت که یه طرف دعوا از یه شاهد رونمایی کرد. گاهی هم یه باره سر و کله یه ضامن تو فرایند رسیدگی پیدا میشد. یا یه نفر به عنوان مصدوم وارد یه پرونده میشد و فضای دادرسی رو عوض میکرد. یا حتی گاهی یه شاکی یه پرونده قضایی جدید ترتیب میداد. این حرفه‌ای‌ها بعد هر پرونده ناپدید می‌شدن تا یه جای دیگه با هویت یا قیافه دیگه‌ای عین سائقه برای به انحراف رفتن مسیر رسیدگی قضایی وارد بشن. سین الف میم الف. نه، این اسم رمز یا گذرواژه یا اسم متهم نیست. مخفف سامانه اطلاعات مؤثر اشخاصه. یه سامانه که حالا در اختیار قضات قرار گرفته و در آن واحد 18 استعلام خاص رو انجام میده و پته این آدمای جعلی تو پرونده ها رو روی آب میریزه. حالا دیگه کج کردن مسیر پرونده ها خیلی سخت شده، چون شاهد و ضامن و مصدوم و شاکی جعلی و حرفه‌ای خیلی زود شناسایی میشن. این سامانه با یه استعلام ساده برای قاضی مشخص میکنه که کسی که اومده و داره مثلا توی یه پرونده شهادت میده آیا قبلا و در جای دیگه همین کارو کرده یا نه. از این گذشته این سامانه با یه روش خیلی جالب که گفتنش شاید خیلی به صلاح نباشه محکومین متواری رو هم به دام عدالت میندازه. ساما یه اقدام مهم در مسیر هوشمندسازی عدلیه در ایران. برای عدالتخانه‌ای به وسعت ایران عزیز.